سلام به تمام بچه های دوست داشتنی. امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید ساخت خونه یا همون ساخت قصر هم میتونیم بهش بگیم. یکی از قصرهایی که هم یا چالاش سخته هم خیلی هم قشنگ و دوست داشتنیه. 2 پارت کردم یا شاید بیشتر از 2 پارت باشه. فقط ساخت خونه‌ش رو 2-3 پارت شده و تزییناتش هم فکر کنم 2 پارت بشه. جزو فکر کنم دنگ و پنگ ترین چیز دنیا، انقدر سخته خونه دنیا. و برای ساخت این خونه من یک عالم زحمت کشیدم. شما اول با این آجر سنگی دور تا دور اینو میرید، بعد میتونید از هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید. شاید میتونید از آجر استفاده کنید یا نه دوست دارید کلا این مدلی که هست از رنگ صورتی باشه یا کلا سفید باشه یا اصلا دوست دارید آبی و رنگی باشه. هر رنگی که دلت میخواد میتونی برای این شاهکار بی‌نظیر انجام بدی. تا این بلاک میای بالا، تقریبا من این همه بلاک اومدم بالا و الان میگم چند تاشو بکنید چون خیلی نیاز نیست. نزدیک 2 تاشو یا 3 تاشو بکنید. من که بیشتر کندم. میتونید خیلی بهتر بشه و تا این اندازه کامل پر میکنید. فقط من یه دونه ردیفم بهش اضافه کردم، خیلی قشنگ میشه. بعد دوباره از سنگ روش بذارید که اینجوری خیلی بهتر میشه. هم آجر و هم چوب رو هم دیگه قرار بدید و همچین داخلش باید همچین چیزی در بیاد تقریبا. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. برای دیدن فیلم های بیشتر به پیج مراجعه کنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.